و زنان بنی هاشم که زنان بنی هاشم بیایند زینب را دید از مدینه خارج شد. زنان بنی هاشم دیدن که اگر زینب از مدینه خارج نشود احتمال داره انقلاب دیگه به وجود بیاید. این گریه اثر داره. زینب از مدینه خارج شد، آمد یا در سوریه آمد یا در مصر رفت. دو تا تاریخ داره. یک تاریخ میگه سوریه رفتن الان بارگاه داره، تاریخ دیگه میگه در مصر رفتن، در مصر هم بارگاه داره. اونجا هم مردم زینب زیارت میکنن، در سوریه هم زینب زیارت میکنن. حالا یک تاریخ نقل میکنه من اون پادشاهی که در مصر بود حاکم بود زمان یادم نیست به چه نام بود. وقتی که خبر شد زینب کبرا آمده در مصر، برای چی آمده؟ مدینه جان مونده برای زینب، در کنار قبر زهرا برای زینب جان مونده. زینب آمده در مصر، از زینب احترام کرد، از زینب خیلی احترام کرد، اما زینب مریض شد. چند روز بیشتر نماند در مصر، زینب از دنیا رفت. زینب این گونه زینب نیست، راحتی ندیده. به خاطر چی؟ به خاطر شعار اسلام رو برساند، به خاطر پیام حسین رو برساند. این پیامبر حسینه. این زینب تنها ما بگیم زینب است، پیامبر است، پیامبر حسینه. پیام حسین رو در کوفه رسان، در شام رسان، از اونجا هم در مدینه. گریه زینب گریه سیاسی است. در دوش ما و شما مسئولیت میگذاره عزیزان ما. این شب را که ما و شما سپری کردیم در تاریخ برام شب شام غریبان ثبت شده. شام غریبان چه شبیه؟ شام غریبان شبی است که با شب عاشورا کاملا متفاوت. شب عاشورا در گودال قتلگاه، در اون بین لشکر، در اون میانه اوج از عرفان، دعا، نماز، راز و نیاز، اخلاص، صداقت، زمزمه بلند، زمزمه گریه های الهی بلند در اون صحرا. ملائکه های خدا به تماشا برآمده. شب عاشورا نقل میکنم، ملائکه های خدا به تماشای این عبادت برآمده. اما یک طرف میبینه که غوغا بلند است، غوغا بلند است، نعره ها میکشد. از یک طرف صداهای اراذل و اوباش اطراف امام حسین بلنده. این دشت کربلا غوغاه، این شب عاشورا. اما شب 11 که شب سپری شد در کربلا چی خبر بود؟ این دشت ساکت، آرام، صدای از اونجا بلند نیست. دشمن امام حسین، مردم کوفه، هر که با خیال راحت ما کارمون تمام شد، انقلاب به پایان رسید، رفتن هر کی خوابیدن، خوردن و خوابیدن، صحرا آرام. اما خیمه های امام حسین، عباس نیه، علی اکبر نیه، قاسم نیه، امام حسین نیه، علی اصغر هم نیست تا گریه کنه. هیچ کسی در خیمه ها نیست. اطفال خودسال، دختران کوچی گاهی می آید نزد عمه صدا میزنه بابام کجاست. گاهی در دیره شب از خیمگاه تا قتلگاه حرکت می کند. می آید امام حسین شب عاشورا عرض کردم در اطراف خیمه ها خار مگیران را جمع میکرد که بچه های ما با پای پیاده می آید. این را امام حسین پیشبینی کرده بود. می آمد در گودال قتلگاه نگاهی میکرد. دختران کوچک امام حسین هر کدامشون خطاب به مهتاب داشت. مهتاب روشن‌تر بتاب در این گودال قتلگاه تا ما عزیزانمون را بشناسیم. اما مهتاب شب 11 نور ندارد. مهتاب مصیبت دار است. مهتاب عزادار حسین، یکی نور نداره که برای ابطال شهدا بی‌طاقت تا شناسایی شود. ملائکه های خدا عزادار این شب در شب قبل به تماشای عبادت شهدای کربلا برآمده بود، اما شب 11 ملائکه های خدا عزادار است. عزادار کی؟ عزادار حسین و اطفال امام حسین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوت. از اینجا سلام بدیم به اهل بیت پیغمبر. زینب خیلی وظیفه سنگین داره. یک طرف میآید نزد امام سجاد مریضه، از مریض پرستاری میکنه. یک طرف بچه های حسین جمع میکنه. گاهی میبینه اطفال خودسال امام حسین به طرف قتلگاه میدوند. زینب از دنبال بچه های حسین.
صدا زد ای مهدام یک کمی نورت را زیادتر کن آخر حسین آخر زینب میخواد حسین بشناسد همین زبانه های زینب در تقدیرها خدمت شما نوحدی خانم برای زینب اگر مهلت دیهد دشمن به عشق دیده چشمن بیشویم این سر و این تن حسینم وای حسینم وای زینب کم کم با برادر خداحافظی میکنه صدا در برادر آرام بخواب حسین زهرا نگران بچه هایم نباش نگران رقیه نباش نگران سکینه نباش نگران امام سجاد نباش که مریض است تو هنوز تو زینب داری حسین حسین تو خودت نیستی اما پیامبرت هست پیام رسانت هست پیام تو رو حسینم در کوفه میبرم در شام میبرم در دنیا پیام تو رو مطرح میکنم این زمان حال زینب رو گفت خیلی عجیبه تا هر جا که رفتیم مسافرت کردیم با هم بودیم ولی حسینم آرام بخواب من همراه کودکانت از اینجا میرویم اما یک افسوس دارم که به تو میروم تو در کربلا میمانی من دیگری برادر به طرف شام میروم شبد پیکری عریان این کلام زینب خیلی عجیبه صدا زد برادر من میروم اما این نانجیبان به این زخمهای بدنت هم نمیکنه این بدنهای شما را این افکار پاک و مطهره مردم پامال سم اسمان میسازه شبد پیکری عریان لگد کبی سمی اسپان از این جوی که بلی عدوان حسین بای حسین در همین آن سکینه آمد دید که زینب عجب زمزمه دارد یک بدن پاره پاره را پیدا کرده اما جانش زینب با این بدن حرف میزنه سخن میگه آمد دستی اما صدا زد اما جان این بدن پاره پاره که با او حرف میزنی این بدن از کیست صدا زد این بدن پاره پاره با باید حسین اللهم إنا نسألك ونعوذ باسمك Haydar gel bakalım. شما بخونید بخونید نه شما چیز نداریم فانگ دیگه نه دیگه نه بخونم یک کم بخون
هم بخوام بود ذکر نوهم ایاد کار زهرا رفتن خدا نگهدار ای پادشاه بزرگا رفتن خدا نگهدار ایاد روزگار زهرا رفتن خدا نگهدار ای پادشاه بزرگا رفتن خدا نگهدار برخیز ای برادر شد موسم جدایی بنمای بحر خواهد اکنون به کافری ایاد بار زهرا ای پادشاه بزرگا رفتن خدا نگهدار در به انس زهرا